خب بچه ها، چی میشه اگه هر روز 50 تا اسکات بزنی؟ این تمرین رو میتونی توی خونه یا هر مکانی که خواستی انجام بدی. نیازی هم به هیچ دستگاهی نداره. توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که چرا این تمرین ساده ارزش شروع کردن رو داره. بیشتر مردم نمیدونن که اسکات یکی از قدرتمندترین تمرین‌ها برای بدنه. این تمرین به ظاهر ساده، عضلات ران، عضلات باسن، عضلات پشت کمر و حتی شکم و پهلو رو هم درگیر میکنه و در نتیجه باسن خوش فرمتر، پاهای بسیار قوی، زانوهای سالمتر و چربی سوزی بالایی رو داری. پس چی میشه اگه به 50 اسکات در روز پایبند بمونی؟ هفته اول درد رو در بیشتر عضلات بدنت حس میکنی که کاملا طبیعیه چون بدن بهش عادت نداره. هفته دوم ثبات و قدرت رو توی پاهات حس میکنی. مثلا بالا رفتن از پله ها برات راحت تر میشه. توی بقیه ورزش ها زود خسته نمیشی و دیگه دردهای هفته اول رو نداری. هفته سوم تعادل و استقامت بدنت 2 برابر میشه. حالا دیگه میتونی حرکات رو دقیق تر و با کنترل کامل انجام بدی. و ظرف 1 ماه اول 50 اسکات در روز برات مثل آب خوردن میشه. تازه دلت میخواد بیشتر هم بزنی. اما حقیقت داستان اینجاست که تو با 50 اسکات در روز به یک بدنساز حرفه‌ای تبدیل نمیشی. چون اگه بخوای عضلات برجسته و قدرتمند بسازی، نیاز به دمبل، هالتر یا حتی باشگاه داری تا به عضلات فشار بیشتری بیاری. با این وجود انجام اسکات با وزن بدن برات یک پایه محکم و مطمئن میسازه. این تمرین بهت کمک میکنه که زانو، لگن و مچ پاهات قوی و سالم بمونن. و از اونجایی که این تمرین بدن و استایلت رو روی فرم میاره، اعتماد به نفست 2 برابر میشه. جوری که خودت هم احساس میکنی قوی و جذاب شدی. و اگه حس کردی که واقعا قوی شدی، میتونی تعداد رو به 80 یا 100 افزایش بدی. تو ببین این حرکت ساده چقدر میتونه برای بدن مفید باشه. من که میگم ارزشش رو داره. راستی اگه با هم حال کردی ویدیو رو لایک کن و منو ساب کن تا ویدیوی بعدی رو از دست ندی.